و برکاتو. حضور محترم، برادران عزیز و گرامی، از نام برادرمان حاجی منصور و از نام این استادای عزیز، تمام شما مهمان ها را، برادرایی که از دور و نزدیک برای شریک شدن در خرسندی حاجی حاضر هستین، خوش آمدید میگیم و از خدای مهربان خواهان هستیم که چهار چیزایی که میگه شما دائم غمگینین، چهار چیزایی که میگه میگه لذت همین دنیا را نمیبرین. یکم میگه همینه که انسان در تقدیر الهی راضی نباشه. یکم بر سرش بعضی چیزهایی که میآید راضی نمیشود. حالا که برادری عزیز، همین بلایی که به سرت میاد، مشکلاتی که به سرت میاد، اگر چی ما به چشم بد نگاه کنیم، به خدا میوه های بهترین داره. یکم میوه شاینا من برای شما گویم، در روایت خواندم که میگه وقتی که بنده مبتلای بلا میشیده است، مشکلات میشیده است، الله مهربان میگه به سوی فرشتاش میگه که به خاطر آن مبتلاش کردم تا صدای او را، فریاد او را به سوی خودم گوش کنم. بگذار فریاد کنه، بگذار زاره کنه، تولا کنه تا از همین مشکلات من آزادش کنم. صداش دوست میدارم. بین انسان وقتی او عالمای پیش و دانشمندای پیش از همین ثمره ها میوه های بلا آگاه بدن که ای بلا نمیترسیدن. دویم میگه میوهی که دارد این است، میگه که انسان میگه در دوام در بلا بدن بسیاری کارهای عجیب و غریب در روبرو میشود. بین حتی یک تاش بگیم دوست ای دشمن میشناسی، در حالتی که آدم در یک حالت پستی میاد. میگه دیگر این است که میگه آدمی میگه در بلا افتاده، میگه غرور تکبریش شکسته میشود. هیچ کس راکش نمیکنه، یک کس خطیش سلام نمیکنه، یک کس نزدیکش نمیاد. یک آدمی را که همه خوش آمد میگفت، همینجا میگه غرورش میشکنه، همینجا میگه تکبریش ای بین میروه، همینجا ضعف بدن خودشه، شکسته بدن خودشه، بین همینجا احساس میکنه. ولی حضرت جنونی هم میگفت زی تو عاجزتر مظلومتر نیست دریغا که تو را از خود خبر نیست. بسیار عاجزی، بسیار ضعیفی بود، ولی تا حال خود نشناخته. دیگر میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه این است که ای مردم تو دعا طلب میکنی. میگه بچه ها در حقم دعا کنین، بچه ها مشکلات دارم. بین محبت در بین مردم زیاد میشه. زین لحاظ برادرای عزیز، مقصد منم این است که نصیحتگر یعنی به یگان جای مبالغه، به یگان جای مثال بگیم که همین برای مردم همین چیزا که در دلشان تصدیق کنن، آمدیم به سر دویم ارتکاب گناه. دویم چیزی که آدم آسودگی و صفاش بین میبره. یکم راضی نبودن به تقدیر الهی، دویم وقتی که آدم مبتلای گناه شود، سوم حسد خوردن. در آدم وقتی حسد داخل می شود تماما آرامش نداره. چهارم میگه وقتی آدم از ذکر خدا غافل باشه. اینها میگه آدمایی هستن که صفای زندگی ندارن، اینا راحت زندگی را نمیدانن. از این لحاظ این همینجا در ما یه لحظه شیشتیم چقدر برآمده و زیبا ای حضرت داملا، ای برادرمون داملا، چه سخنهای زیبا. بین ما را زیرا دینمون دینی زیبا آخه. ما این تربیه هایی را که برادرها حاضر گوش کردین، اگر تصور کنین که بچه و دخترای ما و شما در همین راه باشه، چه آرامش داریم، چه لذت داره. یک حدیث من میگم برادر عزیز، با همون انشاءالله کفایت میکنیم، زیرا بسیار صحبت های خوب هم شد. گپ درباره زنی صالحه رفت، گپ درباره زنی خوب رفت. حقیقتا برادر عزیز،
شاید که امروزها که ما همین چیز محروم شدگیم، ما از همین چیز، از همین زنی خوب که نداریم، شاید درک نکنیم که زنی خوب چه خیلی زنه. ما یک نشانه زنی خوب برای شما میگم، انشاءالله دعا میکنیم. حدیث حضرت انس روایت میکنه، امام طبرانی میارد این حدیث. میگه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که الا اخبرکم برجالکم فی الجنه، شما را ای مردکای جنتی آگاه کنم کیا هن مردهای اهل جنت؟ گفتن النبی فی الجنه و الصدیق فی الجنه و الرجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه. پیامبر گفت که پیغمبرتون در جنت ای. خب شاید صدیق هم در اینجا برادرای عزیز ابوبکر صدیق باشد. اشاره کردن ابوبکر هم در جنت است. بعد از آن میگه پیغمبرمون گفتن که مردی که یک مرد به خاطر خدا زیارت میرود وی هم در جنت است. ولی امروز ما و شما برادرای عزیز باور که بعضی همون حالی عبدالرؤوف داملا و برادرای ما بسیارتر همه بگیم همین تلفن ها و دیگر چیزها که با خبرن، امروز در تلفن جایهای بهترین میکنیم که در کجا استراحت ها هسته، گفته با طریق اینترنت تمام کجای باشد صرف میکنیم، خرج میکنیم. ولی یک برادر مسلمان برای خاطر خدا زیارت، ما و شما را در عقلمون همین چیز نمیآید. که اینا بین بسیاری برادرای بودن که هم سفر در رفتن، ای همون جا یا مردش یا کسلیش آمدگی. ولی یک زیارت یک برادر مسلمان، زیارت یک اهل علم، برای چی ما میگیم که از مرده را زنده را زیارت کنیم بهتره؟ زیرا از زنده یک بهره گرفتن امکان داره. میگه برای زیارت که یک برادر مسلمان تو هم در جنتی. بعد از آن گفت الا اخبرکم بنسائکم فی الجنه، اکای مردهاش خبرتون دادم، ای زنکای اهل جنت هم بگو که کیا هن. ولی برادرای عزیز بین همین سخن ما را اگر همین رنگی شما وار یک محفلی زنها باشند گوش کنن، چقدر نفع زیاد داره، چقدر فایده زیاد داره. گفت حضرت کیان؟ حضرت گفتن ولود ودود. یکم گفتن حضرت گفتن زنهایی که زاینده‌اند و شوهرهاشون دوست می‌دارن. این همی برادرای از همین خدامان، این همی جمعیت دور نریم. همین یک فقط همین زنک ها بار بپرس زنک چی را دوست می‌داری؟ کو میگه که ترا. این یک عادی سوال شدیم که بگو زنک ای همه چی را دوست می‌داری؟ اینا ببین که از همین مال دنیا اگر همون اینا بگه یک برای سنجش، اینا پرس اگر همو اگر بگه مرده که من ترا دوست می‌دارم، خیلی دیگر مرا باورم نمیاد آخی کی بگه که مرده من ترا دوست می‌دارم. همین سخن ای زبان زنها دیگه بیرون نمیشه برادر عزیز. حالا که بین دل آدم چقدر گرم میکنه، چقدر وقت خوش میکنه. حضرت گفت زنی که مرده که دوست میداره او در جنت است. اگه در دوامش عمل زن جنتی را بینین، میگه اذا غضبت او اسیء الیها او غضب زوجها قالت هذا یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. میگه وقتی که مردک بیرنده خیلی که امروزا با چقدر کارا مشکل شدگی های، با این طریق حالت خوب در آمدن خانه هم کم شدگی های. میگه زنک خودش در حالت غضب، مردک هم در حالت غضب وارد خانه میشود. اگه میگه زنی جنتی همیجا باید کدام زنه؟ میگه وقتی مردک هم میبینه همین چهرش میفهمه که همین مردک در یگان کار ماندگی یگان مشکلاتی به سرش آمده. همیجا دا میگه در حال دستی مردک هم میگیره در دستش، میگه مردک با خدای مهربان قسم اگر چی غم دقت مشکلات داری ایدیل دور که چهرهک تا تازه که تا اگر وقت خوش نکنی من بر خودم خواب حرام میکنم، من خواب نمیکنم. پیامبر گفت انا همین زن در جنت است.
انا همین تعلیمات های ما برادرها، تعلیمات های دینی ما را اگر همین دخترک های ما پیش ای مثال حاضر همین کلین میگوی میترسی، همین کلین کفتن داد میترسی، داماد کفتن داد میترسی. ای برادر کدام دوره بود که ما حاضر بچه که او روز ایرسیه با یک زاره و تولد تلفن قطعی ما در اخلاص داشته است گرفتیم آوردیم 3 ماه گرفته در روسیه رفته دزدنش میتن هر شنو دختر میگریزه میره دیگه میگه من شرم کنم پدر ما بگم ایش هم تریه. آخه یک کار شده برادرای عزیز که دیگر میبری در دکتر فریبت میکنه، میبری در دکتر ایشانش میتی این پرده حیای آدم میداره. آخه حیران شدیم در یک حالتی زدیم که برای چی؟ برای که برادرای عزیز حقیقتا از تعلیمات دینی خودمون دور گرفتیم، از تعلیمات های دینی دور گرفتیم خودمون، با عقل های کوچکی خودمون، با دلالت های بعضی همین نافهما و بفهما بگیم امروز ما و شما تربیه را در خانه درست کردگیم انمی احوال منه. چوبینی زنی را که پای بر جای نیست، شیخ سعدی میگه ثبات در خردمندی و رای نیست، گریز از کفش بر دهانی نهنگ که مردن به از زندگانی بننگ. چیکار کنیم که دیگر ایش همه پرتای دیگر هم بگیری با اونش از این دم همچنان. برای برادرای عزیز و گرامی که ما انشاءالله از خداوند همیشه دعا میکنیم که خدای مهربان کلینهای خوب در مقصد موفق شیم و بچه هکامون همین مشکلات و سختی ها را هیچ وقت مثال نچشند و از الله مهربان خواهان هستیم که خدایی خیلی محفل ها را برای ما و شما موفق کنه. چی شبی خوب و چی شبی نیک. شیخ سعدی میگفت چوبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. این بنطق آدمی بهتر است از دواب از تو بهتر نگویی ثواب. خب رسانیدن امر حق طاعت است، زی زندان نترسم که 1 ساعت است. همین طاعت هم خودش عبادت، همین رساندن هم خودش طاعت است. برای برادرها این محفل ها و این نشست ها هیچ وقت آن دور نکنیم. این بسیار یک معنویات بسیار لازمه برای ما. معنویات چقدر به قوت کردن در کار تا ما و شما هم مقصد با در دیگر آدم هم یک پند نصیحت کردن هم بتونیم تا بین بیشک اهل جنت کسانی هستند که نصیحتگر در بین مردم هستند. الله مهربان توی برادری ما را منصور جان با مبارک کنه و خدا عقیب خرسندی و با خرسندی های دیگر برقرار و بردوام نگه داره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. الله خیر دنیا و آخرت عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان